وطن افسانه پردازه تو را افسانه میخواند. حقیقت نامه آثاره حقیقت خانه میخواند. یکی در کوهساری شادمانت قصر میبیند، یکی کاشانه غم در بغل کاشانه میخواند. تو را در سرنوشتی خویش میبالند و مینالند، یکی آباد میسازد یکی ویرانه میخواند. یکی را در غریبی یک کفی خاکی تو جانداروست، یکی در دامنت هنگامه بیگانه میخواند. تو را مردی ره منزل به منزل میکند دنیا، هوس پیمانه یک گردشی پیمانه میخواند. حبیب می سراید شاه بیتی شاهراهت را، حبیس تنگ چشمی حسرتی گرگانه میخواند. محل باز زیکوری این نظر صد پاره ات خواهد، جهان ساز به هستی گوهری یک دانه میخواند. تو اما با همه یک مادر هستی، یک وطن هستی که هرچی آید از فرزندها شکرانه میخواند. با این افسانه کشور هر زمان شعر غزل از لاجوبی میرزا حسن. با این افسانه کشور هر زمان شکرانه باید کرد، با این آبادی جنت نشان شکرانه باید کرد. زیبختی همدلان شد تاجیکستان روزه وحدت، با این وحدت کمان شکرانه باید کرد. می شود هر روز من آغاز با نام وطن. غزل از محترم حاتم. می شود هر روزی من آغاز با نام وطن، چون که با نام وطن باشد همه آوازی من. ریشه جان و دلم با یاد او پیچیده است، با درخت و کوه و ابر و باد او پیچیده است. هیچ کس چون من نرانده ریشه در خاک وطن، جو به جو و سو به سو مانند من. می شوم بر آب او چون جو و بر جویش چو آب، در وطن داری ندارد کس چون من این آب و تاب. با شش احساسم مقدس دارم احساسی وطن، پاس می دارم من این احساس بر پاسی وطن. از وطن بیرون وطن خواهان اگر پس آمدند، رفته بودندی به پا اما به سر پس آمدند. این وطن بر من نشد از جنبش گهواره سر، این وطن بر من شده از جنبش سیاره سر. از سرم بیرون نسازد یادی او را هیچ یاد، عاقبت خاکم نبردارد زی خاکش هیچ باد. روم به ساحل دریا، روم بر ساحل دریا دلم کوشاده شود، کفم بر آب کنم آب جامی باده شود. زی بوسه چینی و وازی دریا دلی من گهی سوار به موج و گهی پیاده شود. تمامی هستی من زیر خانیش دریا به اختیار خیالات دور داده شود. روم بر ساحل دریا خاموش میشینم، نیاز و رازی دلم خود به خود ایفاده شود. با کجا روم که آنجا بجز از وفا نباشد؟ غزل شهریه. با کجا روم که آنجا بجز از وفا نباشد، غم و درد زندگانی به کس آشنا نباشد. همه جفتی خویش یابد با وفا و مهربانی، زی عزیز خویش ورده نفس جدا نباشد. نفتد نگاه شیطان به فضای پر محبت، بجز از کمال عشق و کرمی خدا نباشد. زی نگاه نوجوانان شرری خجسته ریزد،
زی زبان موی سفیدان به جز از دعا نباشد. با کجا روم که آنجا همه چشم سیر بینم، زی میان کوچه باغش گذری گدا نباشد. زی غمی قضا و شکایت نبرند شاعرانش، که به شاعران گدایی به قضا روان نباشد. چه صفای آرزوی من گلو ساده دارم، با تهی سما چنینم اثری صدا نباشد. توش چه خیلی پسر بچه بود؟ توش همیانه رو میوبد و به پدر و مادرش میگوید که و صاحب طلا تنگه شده است و پدر و مادرش و او میگویند که همیان را باید برگرداند و توش همین تم میکند. یولداش باشد در مکتب و نادان و به عقل بود، هر کاری که ناجایی میکرد و بارش رو بر همچین فونش. اونها دیگه شما فرق میکردی؟ بله. با کدام خصوصیتشون؟ یولداش گپ رو نمیگیرید ولی تاش گپ رو گرفته همیان رو بر میکند. یولداش و گپ رو گوش نمیکرد و دامولا و این رو توقف نمیکند و او رو از مکتب پیش میکنند. وقتی که مرگ سودخور بله همین قاری اسمت همین از جنازه ها که بسیار شتابان میرفت چی فایده میدید؟ در جنازه به او و فقط به لطه های سفید خیر میکردند. ارتیش ها؟ بله. 1 متر رومال. از همون چی کار میکرد؟ او و همون ارتیش ها را گرفته به چی؟ با کلاهش میپیچاند و برای همون کلاهش و برای همون و سبب کلاهش وزین بودنش برای همون وزین بوده. وزین بود و دستاری سری و رمان خوندید شما؟ بله. خب کدام رمان ها رو خوندید؟ زنان سبزبهار و خرس مجید سلیم. همین زنان سبزبهار ابرازهایش کدام ها هستند؟ همون اشتراکچیانی اثر قهرمان ها. خب میسر و خوشتامن، سعید رئیس، یاغ خدیر و غیره و قهرمان ها. پویست چی؟ پویست 10 تا. چند تا؟ 10 تا کدام ها را؟ پویستی مکتب کهنه، آدینه پولاد تولیس، تابستان، باز مرگ سودخور، احمد دیوبند، آزاد پلنگ مجید سلیم. کدام داستانو خوندی؟ چشمانی فروز و چشمش علا شد؟ چشمش علا شد باخره اینزاده داستک غفور میرزا و گنجشکک غفور میرزا. خیلی گنجشکک؟ کنی از گنجشکک یک پرچه خون بچم؟ یک تا گنجشکک بوده است، پیشانش قشقه بوده است، گوشی چپش خورید است، 1 هفته برف بریده است، برفی بلند بریده است، 1 قدی من بریده است. گنجشکک گوش نمونده است، گوش نموتش نمونده است. میدونه طیبه جان بود دوستانی گفتی چشمش علا شده؟ بله. کنی؟ علی جانی با آداب گوش با منده مکن خوب، بود نبود 1 پلنگه با 1 روبوهی لنگه، در 1 بیشه جا داشتند با هم مراسا داشتند، 1 جا 1 کار میکردند. میدونید گربه گفت تو به خرگوش همه اش را گیر در گوش، دیدی روباهی لنگ را چی ها میگفت پلنگ را های دلیر کرد، او را چیگونه شیر کرد. اما تو باشی خرگوش از قفای من خاموش، لیکن میگردی راستش جوره نامردی. طیبه بانو سوالایی که به شما دادن دوستادا فهمو بود؟ بله. شما راضی هستید؟ بله. مارش روی سفید به شما موفقیت.